سلام به همه شما بینندگان عزیز و همراهان پیک شادی. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان و امیدوارم فرصت همراهی ما رو در این کامنت داشته باشیم. خب مهران، دفعه‌های پیش زمین و دریا رو دور زدیم، الان فکر کنم نوبت فضا و آسمونه. دقیقاً می‌خوایم بریم هوا فضا و موشکی که میزنی زمین هوا میره، خودشون هم نمیدونن تا کجا میره. این صفت ویژه همه موشک‌های رژیم. آره ببینیم با هم. این موشک بعد از اینکه از لانچر از سکوی پرتاب رها میشه، مطابق برنامه‌ای که از قبل به اون داده شده به سمت بالا پرتاب میشه و در ارتفاع مشخص و با سرعت مشخصی که از قبل تنظیم شده این بدنه ازش جدا میشه و فقط سر باقی میمونه. ما که نفهمیدیم، میگه موشک با برد مشخص، سرعت مشخص میره بالا. این بدبختا انقدر موشکاشون شلیک شده رفته پایین، یه دونه شلیک شده رفته بالا، به عنوان دستاورد میگن که موشکمون شلیک شد رفته بالا. فکر نکنیم میره پایین، میره بالا. یعنی همین که یه موشک شلیک میشه بریم بالا، اینا خوشحال میشن. حالا این پاسدار که راجع به اعداد و ارقام چیزی نگفت، ولی ظاهرا بعداً گفته که این موشک ظرف 12 دقیقه به هدف میرسه و بردش هم بیش از 2000 کیلومتر. تو این شعر رو شنیدی؟ میگه آن کس که نداند و نداند که نداند جهل مرکب ابدالدهر بماند. این بی ابله بی شعور اصلا نمیدونه دقیقه چیه، نمیدونه سرعت موشک چیه، نمیدونه کیلومتر چیه. با این حساب کتاب این ابله حساب کنی این موشک 7 برابر صوت سرعت داره. البته تو رژیم قطار پیشرفت رئیسی وجود داره، 7 برابر صوت زیر اون محسوب میشه. البته من دیگه حرفی ندارم واقعا. اگه واقعا اینه من دیگه حرفی ندارم. سر موشک صحبت کردن، این آخوندا یه جوری موشک، این آخوندا و پاسدارا یه جوری موشک میکنن انگار که موشک و اینا فقط اینا تو حوزه ساختن. بابا الان هر کسی موشک میسازه. بیا یه کلیپی من نشون بدم، یه شهروند موشک ساخته، موشک واقعی ها رفتن تو آسمون همه دیدن. این کلیپو نگاه کن. A homemade rocket built from TNT and PVC pipes. The projectile was made for Thailand's annual Rocket Festival, where locals fire rockets into the air and pray for rain and a bountiful harvest. باز این موشک رو یکی میتونه رهگیری کنه ببینه کجا رفت. موشک آخونده رو که نه پرتابشو کسی دیده نه فرودشو. بابا این تهدیدهای پاسدارا داره به جای باریش میکشه. پارس خوابیده البته. اینو ببین. با مهره سوخته منافقین مجدداً بازی نکنید، کاری نکنید که چکمه های دهه 60 من را مجدداً به پا کنیم. چکمه هاشون رو میخوام بپوشن. آخه من چکمه پا کردن اینا رو هم دیدم. یه کلیپ با چکمه شون رو ببینیم. این کلیپ هم جالب، اونجا چکمه پای پاسدارا بوده. عزیزی شهید ناب سروان علی کهوری نژاد، شهید ناب سروان حسن رونده و شهید دریادار محمد ابراهیم همتی و شهید ناب سروان حمید قهرمانی و 10 شهید و 100 شهید سرفراز دیگر که در حراست و حفاظت و پاسداری از آبها و مرزهای دریایی کشور عزیزمان ایران عاشقانه بر قلب دشمن تاختند و این آرامش و امنیت را به همه ما هدیه دادند. یاد و خاطره همه شهیدان سرفراز را گرامی. آخوند رئیسی به کابینش گفته که آقا جلسه تشکیل بدید راجع به اشتغال زایی. بعد جلسه تشکیل دادن تا دلت بخواد اشتغال زایی کردن. تو همون جلسه. آره ببینید. قول میدین چند نفر رو ببرین سر کار اشتغال زایی؟ مصوبه امسال ما که در 84 جلسه شورای اشتغال اعلام شد 500,000 اشتغال، 50% مددجو است، 50% غیر مددجو. سال قبل 5000 شغل دائم در کل بنیاد دائم ایجاد شده. امسال هم فکر کنم همون اندازه بشه. حدود 390,000 شغل انشالله به فضل خدا بتونیم امسال ایجاد. سال گذشته نزدیک 12 میلیارد دلار پروژه افتتاح کردیم. پروژه‌های نیمه کاره، نیمه تمام که مونده بود. خب اینا اشتغال میاره دیگه. امسال هم انشالله 15 میلیارد دلار پروژه به افتتاح. هدف گذاری ما امسال نزدیک به 200,000 نفر هست انشالله.
آقا بسه من فکر کنم مثلا هدف گذاریشون اشتباهه. اینا قرار بوده تو ایران مشکل بیکاری رو حل کنن، اینا دارن تو کره زمین مشکل بیکاری. اصلا شغل کم اومد تو کره زمین، همینطوری گو 55,000 60,000 هنوزم تازه از اون ساختمون بیرون نرفتن. ببین اشتباه میکنی، اینایی که گفت نصف فامیلا و عمه و خاله و پسر دایی و ایناشون هم نمیشه. فقط این یه چشمه رو ببین اینجا. آقای رئیس جمهور هیچ کاری نکردی برای کرمانشاه. مملکت با عمه و خاله و سفارش عمه و خاله اداره نمیشه، همه شده عمه و خاله. کسایی که تو ستاد شما بودن هیچ گونه نقشی در آرای شما هم نداشتن. چند وقت پیش یکی از اعضای مجلس آخوندی به نام میرسلیم برگشت گفت که تفاوتی بین 206 و لند کروز نیست. آقا اینو گفت و بلا گفت. اول ببینیم خود حرفاشو. من از یه سال از شما میپرسم، اگر که شما قادر باشی یک مدل تویوتا لند کروز 2000 مدل 3 سال کار کرد رو با قیمت 1 میلیارد تومان خریداری بکنی، خب حاضری بری اینو بخری یا بری یه 206 یا 207 1 میلیارد تومانی بخری؟ تو اون سالم تری، آلودگی اون کمتره، نمیدونم فرق نمیکنه. ببین شما وقتی که نه فرق نمیکنه، لند کروز با 206 هیچ فرقی نمیکنه. اگه تصادف کردی با دوتاش هیچ مشکلی پیش نمیاد. اشتباه نگفته. از نظر منم هیچ تفاوتی بین یک رأس گوسفند و میرسلیم نیست. یعنی الان این مثالی که تو زدی گوسفنده 206 است، لند کروزه میرسلیمه یا برعکس؟ نه میرسلیم اصلا فرغون نیست، فرغون هم محسوب نمیشه، اتفاقا گوسفنده لند کروزه. اما در مورد میرسلیم باید گفت اگه یک گوسفندی بره تو مجلس، گوسفند نماینده نمیشه، مجلسه که طویله میشه. الان یعنی میرسلیم اونجا رو تبدیل کرده به طویله. خب بریم سراغ یه جمله بی سر و ته دیگه از خمینی دجال. مثل باقی جملاتش. ملت چی داشت بکنه؟ چیزی نداشت که دستش. میتونستن یه چیزی اینقدری درست میکردن، مگه این مقابل اون چیزی که اونا داشتن یه چیزی بود. لکن همش که چیز شد که 6 کلمه کلن حرف زد، 12 کلمش چیز بود. یعنی چه این چیز اول با چیز دوم اینا چه فرقی میکنه با هم؟ تو میخوای به همین راحتی بفهمی. ببین چندین مؤسسه انتشارات اندیشه‌های خمینی، ستاد اجرایی خمینی، کلی از این مؤسسات بودجه‌های چند صد میلیون دلاری میگیرن تا همین چیزا رو تفسیر کنن. کلی مفسر تو رژیم میشنن ببینن این چیزا چیه. چیز اول با چیز دوم فرق میکنه. اصلا کل نظام اینا برای این چیز بنا شده. بعد تو میخوای با یه بار گوش دادن متوجه بشی امام چیزهاست. این بار کامنت تک جمله‌ای نداریم، اما من یه عکس بهت نشون میدم. تو این عکس رو ببین که در واقع نقطه پایانیه به تمام شایعات. تو این عکس رو ببین اصلا باورت میشه که نه تنها آخوند رئیسی کلاس 6 رو رد کرده، بلکه فارغ التحصیل هم شده. راستش تا قبل از هوش مصنوعی باورم نمیشد. الان چون هوش مصنوعی اومده یه کارهای محیرالعقولی میکنه باورم میشه. با هوش مصنوعی میشه اینو درست. این هم از کامنت این هفته. متشکریم که با ما بودید و تا دیدار بعد خدا نگهدار. سالم و سرفراز باشید.